سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 3 ایول همراهی شما. حکومت تاجیکستان از میان 73 ورزشکار که باید به اونیورسیاد تابستانه به کره جنوبی می رفتند، سفر 67 نفر را لغو کرده است. مقامات گفتند بنابر کمی مبلغ و خروج بیماری خطرناک مرس که در کره جنوبی 33 نفر را کشت، دانشجویان ورزشکار را به این مسابقه بین المللی نفرستادند. کمیته ملی المپیک دستور دادن که از سبب همین پنج شدن همین کرونا ویروس اجازه دستور داده نمیشه که و دست منتخب تاجیکستان شرکت نورزد. بنابراین کمیته ملی المپیک تاجیکستان شرکت نمودن ورزشکاران را در مسابقه مذکور ضرور نمیشمارد. برای مکتوب کمیته ملی المپیک تحت رقم 149 از 1/7/2015 صادر. اما خبرگزاری یونهپ کره جنوبی روز 3 ایول گفت سفر نمایندگان تاجیکستان بعد از آن لغو شده است که 6 خارجی با شناسنامه‌های ساخته که به نام ورزشکاران تاجیک تهیه شدند به کره جنوبی آمدند. از این 6 نفر 3 تن آنها را دستگیر کرده به کشورشان بازپس فرستادند و کجا بودن 3 نفر دیگر معلوم نیست. نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز در شرح این موضوع به رادیوی آزادی گفت پاسپورت داده سفیر سئول تلفن کرد گفت که دیگه هم یک خیلی پرکتیکا دارم که وقتی که همون آدم بفره مقصد سفر شد همون در همون فرودگاه ما چی دارم مخصوص سلوجبا دارم صحبت میگذارم مقصد سفر به همون کشور جواب دادن نتونستن همون سفراشو موافقت نکرده همون آدم را ولی موضوع درباره ورزشکاران هم نیست در حقیقت شهروند تاجیکستان در سفر همون آدم در وقت صحبت با ویزای دادگیش موافقت نکنه مقامات روسیه به 950 شهروند تاجیکستان که از حق سفر به روسیه محروم شدند اجازه دادند که برای کار و اقامت دیگر باره به روسیه برگردند. در وزارت مهنت و مهاجرت به رادیوی آزادی گفتند نامه رسمی از روسیه در این باره روز 2 ایول به دست آنها رسید و 195 نفری که از روی خط سیاه روسیه بیرون شدند دانشجویان هستند که به سبب رعایت نکردن قانونها از حق سفر به روسیه محروم شدند. همون لگالیزاسیون مهاجران مهنتی و آن نفرانی که از لحاظ حقوق ویرانکنی مأموری ناچیز یعنی که قاعده‌های بود و باش قلمرو روسیه را ویران کرده‌اند با تهیه روی خط آنها هر چیز زودتر از با اشتراک یا که با تهیه روی خط آنها با پیشنهاد از جانب تاجیکستان جانب فدراسیون روسیه آنها را از روی خط ممنوع شدگان بیرون آورد. دولت روسیه بیشتر از 270,000 شهروند تاجیکستان را برای قانونشکنی‌های گوناگون در قلمروش برای سالهای گوناگون از حق بازگشت به آن کشور محروم کرده است. علاوه بر این به گفته مقامات تاجیکستان بیشتر از 400,000 مهاجر دیگر در روسیه هستند که اگر به وطن بیایند به روسیه برگشتن نمی‌توانند. نوریسیما شیمامورا معاون رهبری برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان گفته است بعضی از زنان تاجیک از ترس آزار مردان و یا به اصطلاح گپ پرتویی جوانان به اتوبوس و ترالیبوس ها در دوشنبه سوار نمی شوند. با گفته دیپلمات ژاپنی با وجود آنکه راهگیری نقلیات مسافربری شهری ارزانتر است اما دختران و بانوان تاجیک استفاده از تاکسی های را بهتر می دانند که راهگیریش 3 سامانی است. برنامه رشد سازمان ملل در دوشنبه برای بهتر و منظم شدن حرکت نقلیاتی شهری لایحه‌ای را اجرا می کند. در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت گروه از طراحان کشور لباس‌های نوی مردانه را به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه که در دانشگاه تجارتی در خوجند صورت گرفت پیراهن‌های مردانه و جامه و جلک‌های ملی با آرایش‌های نو و رنگارنگ به نمایش گذاشته شد. اکنون بسیارتر خیلی ممکن همین وی تاجیکی از نو زنده شود علایهای ملی و همین مردم تاجیک بسیارتر چیزهای ملی پوشن بهتر هم و یا به فورم هم بزید. هرچند طراحان تاجیک پیوسته نمایش لباس‌های زنانه را برگزار می‌کنند اما بار اول است که در شمال تاجیکستان نمایش لباس‌های مردانه برگزار می‌شود و از این پیشتر مقامات سوخت در بازارهای ولایت برای تاجران لباس یگانه جاری کردند.
مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان گروه از روزنامه‌نگاران را برای انعکاس مشکلات و سهم گذاشتن در کاهش صدمه‌های نقلیاتی و کاهش مرگ و میر در راه‌های تاجیکستان جایزه دادند. در جلسه‌ای که به مناسبت روز کسبی کارمندان این ساحه برگزار شد، خبرنگاران روزنامه جوانان تاجیکستان و خبرنگاران رادیو و تلویزیون‌های دولتی کشور با دیپلم و تحفه‌ها قدردانی شدند. ناظران راه گفتند انعکاس مسائل حرکت در راه‌ها و ترغیب رعایت قاعده‌های حرکت می‌تواند شماره صدمه‌ها را که هر سال صدها نفر و از جمله کودکان را در تاجیکستان کشته و معیوب می‌کند کاهش دهد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.